داستان جاریات پورن ملقب به نی نه با یک جنایت آشکار بلکه با لبخندی معصومانه در لباس سپید عروسی آشکار شد. لبخندی که پشت آن یکی از مخوف‌ترین شبکه‌های کلاهبرداری عاطفی و جنسی تاریخ مدرن تایلند پنهان شده بود. این پرونده که در سال 2017 شوک بزرگی به جامعه شرق آسیا وارد کرد، برخلاف بسیاری از شایعات محلی، دارای اسناد دقیق پلیسی، صورت جلسات دادگاه و تصاویر مستندی است که در آرشیو خبرگزاری‌های معتبری چون BBC و رویترز ثبت شده است. جاریات پورن زنی بود که بدن، عاطفه و حتی مفهوم مقدس مادری را به سلاحی برای غارت ثروت مردان تبدیل کرد و در این مسیر شوهر قانونیش نه تنها مانع نبود بلکه به عنوان مدیر اتاق جنگ این عملیات فریب را مدیریت می‌کرد. جاریات در اواخر دهه 80 میلادی در استان لویی، منطقه کوهستانی و سرد در شمال تایلند به دنیا آمد و از همان ابتدا می‌دانست که زیبایی ظاهریش تنها سرمایه‌ای است که می‌تواند او را از فقر روستایی نجات دهد. او در جوانی با مردی به نام تیتیپونگ ازدواج کرد. این پیوند آغاز یک شراکت جنایی بود که مرزهای اخلاقی را جابجا کرد. تیتیپونگ، مردی که در شناسنامه شوهر او بود، پذیرفت که همسرش را به عنوان یک طعمه جنسی به بازار کلاهبرداری بفرستد. آنها با هم صاحب فرزند شدند، اما کانون خانوادهشان به جای عشق بر پایه تقسیم غنایمی بنا شده بود که جاریات از تخت خواب مردان دیگر به خانه می آورد. استراتژی آنها ساده اما مرگبار بود: صید مردانی که به دنبال عشق، ازدواج و خانواده بودند. او فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 2011 آغاز کرد و تا سال 2017 شبکه‌ای مخوف از خیانت را مدیریت کرد. جاریات پورن با استفاده از اپلیکیشن‌های دوستیابی و به ویژه فیسبوک مردانی را هدف قرار داد که اغلب تنها، میانسال و دارای سرمایه‌ای متوسط بودند. او خود را به عنوان تاجری موفق در زمینه خرید و فروش میوه معرفی می‌کرد تا از همان ابتدا اعتماد قربانی را جلب کند که او به دنبال پول آنها نیست، اما حقیقت چیز دیگری بود. او پس از چند قرار ملاقات و برقراری رابطه جنسی بلافاصله وارد مرحله دوم نقشه می‌شد: ادعای بارداری. در فرهنگ سنتی تایلند، باردار کردن یک دختر قبل از ازدواج ننگی است که مرد را موظف می‌کند برای حفظ آبروی دختر بلافاصله مراسم ازدواج برگزار کند و مبلغ سنگینی به عنوان شیربها بپردازد. جاریات پورن با این ترفند تنها در طول یک بازه زمانی کوتاه با 13 مرد مختلف به طور رسمی مراسم عروسی برگزار کرد. برای هر مراسم سناریوی دقیقی داشت. او حتی پدر و مادر واقعیش رو متقاعد کرده بود که در این مراسم ها نقش بازی کنند و پول شیربها را از دامادهای بخت برگشته تحویل بگیرند. شوهر واقعی او، تیتیپونگ، در تمام این مدت سایه به سایه همراهش بود. در برخی از این عروسی ها او در میان مهمانان حضور داشت و با لبخندی سرد شاهد بوسیدن همسرش توسط داماد جدید بود. او می‌دانست که این آغوش ها و بوسه ها تنها بخشی از یک بیزینس هستند که جیب آنها را پر از پول می کند. جاریات پورن از هر مرد مبلغی بین 200,000 تا 500,000 بات دریافت می کرد. او به محض اینکه پول را می گرفت با ادعای اینکه باید برای رسیدگی به باغ‌های میوه‌اش به استان دیگری برود ناپدید می شد.
خیانت او ابعاد وحشتناکی داشت و برای اثبات بارداریش به قربانیان از برگه‌های آزمایش جعلی یا حتی عکس‌های سونوگرافی دیگران استفاده می‌کرد. وقتی زمان زایمان نزدیک می‌شد، او به قربانی زنگ می‌زد و با گریه و زاری مدعی می‌شد که بچه سقط شده است تا به این ترتیب رابطه را قطع کند و سراغ طعمه بعدی برود. او در حالی که با 13 مرد خارجی هم بستر شده بود و از آنها پول می‌گرفت، شبها را در کنار شوهر واقعیش سپری می‌کرد و با هم مبالغ دزدیده شده را می‌شمردند. آنها با این پولها چندین خودروی لوکس خریدند و زندگی مرفهی در مخفیگاه‌های خود در نزدیکی بانکوک را انداختند. در سپتامبر 2017 زمانی که یکی از قربانیان به نام پراسان متوجه شد همسرش پس از گرفتن شیربها غیب شده است، عکسی از او را در فیسبوک منتشر کرد. در کمال ناباوری در عرض چند ساعت 10 مرد دیگر با عکس‌های عروسی مشابه کامنت گذاشتند. پلیس فدرال تایلند که با یک پرونده بی سابقه روبرو شده بود، ردیابی حساب‌های بانکی را آغاز کرد. اونها متوجه شدند که تمام پولها به حسابی منتقل می شود که متعلق به شوهر قانونی او بود. پلیس در نهایت مخفیگاه اونها را محاصره کرد. لحظه دستگیری جاریا یکی از جنجالی ترین لحظات خبری تایلند بود. او در حالی دستگیر شد که شکمش به شدت برآمده بود. او واقعاً باردار بود. آزمایش‌های DNA حقیقتی تلخ رو فاش کرد. او از شوهر واقعی خودش باردار شده بود و از همون شکم برای فریب دادن آخرین قربانیانش استفاده می‌کرد تا ثابت کند که فرزند آنها را در شکم دارد. در دادگاه جاریات پور با وقاحتی مثال زدنی ایستاد و مدعی شد که او یک فاحشه نیست، بلکه تنها زنی است که در تجارت و عشق بدشانس بوده است. اما وقتی 13 داماد فریب خورده در دادگاه علیه او شهادت دادند، پرده از جنایت او برافتاد. شوهرش اعتراف کرد که تمام نقشه ها را با هم کشیدند و او مشکلی با تنفروشی همسرش نداشته است، چون هدفشان رسیدن به ثروت بوده است. جاریات پورن به جرم کلاهبرداری زنجیره‌ای، جعل اسناد، سوء استفاده از احساسات به حبس طولانی مدت محکوم شد. فرزند او در زندان به دنیا آمد، فرزندی که مادرش از وجود او به عنوان ابزاری برای نابودی زندگی 13 مرد دیگر استفاده کرده بود. امروز در سال 2026 جاریات پورن همچنان در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان مرکزی زنان بانکوک است. تمام اموال، خودروهای لوکس، زمین‌هایی که او و شوهرش با پول قربانیان خریده بودند توسط دولت مصادره شد تا بخشی از خسارت مال باختگان جبران شود. شوهر او به جرم معاونت و سفیدشویی به حبس محکوم شد. فرزند کوچک او که در زمان دستگیری در شکمش بود، در محیط سرد و میله‌های آهنین زندان به دنیا آمد. طبق گزارش‌های رسانه‌های تایلندی، این کودک و فرزندان دیگر او به دلیل زندانی بودن همزمان پدر و مادر تحت سرپرستی سازمان‌های بهزیستی و اقوام خود قرار گرفتند. جاریات پورن زنی که میخواست با تنفروشی، تن و عاطفه آینده‌ای رویایی برای فرزندانش بسازد، در نهایت آنها را به آوارگی و بدنامی کشاند. و اکنون در میانسالی در سلولی زندگی میکند که تنها همراهش خاطرات 13 عروسی دروغین و ویرانه‌های زندگی‌هایی است که به دست خودش نابود شد. داستان او به ما یادآوری می کند که گاهی در پس چهره‌های معصوم ذهنی به شدت محاسبه‌گر نهفته است که برای رسیدن به اهدافش حتی از مقدس‌ترین پیوندها، یعنی پیوند همسری و مادری نیز به عنوان سلاح استفاده می کند. او نه یک قربانی بلکه معماری بود که کاخ آرزوهایش را بر ویرانه‌های اعتماد مردانی بنا کرد که تنها جرمشان سادگی و تنهایی بود.